من متخصصم در یه سوال داشتیم. به نظر شما چرا بازار املاک خصوصا بازار دنیاست؟ خب اندرو کارنگی از بزرگان صنعت فولاد میگه که 90% میلیونرها ثروت خودشون رو از راه املاک به دست آوردن و همچنین بنیانگذار کورکوران گروه میگه که خرید یک استودیوی کوچیک مهمترین تصمیم زندگی میده. به عبارت دیگه بازار املاک امن‌ترین بازار جهانی هستش. املاک و مستقلات یک ملکی رو میتونید شما کمتر از قیمت واقعیش بخرید. در هیچ بازاری همچین چیزی ندارید. ملک یک کالای وارداتی نیستش. جالب بدونید که در ایران محدودیت ملک دارید و همچنین آخرین نکته تغییر کاربری تنها در عرصه املاک وجود داره. مرسی، زنده باشید. زنده باشید.